اگر به کلاژ علاقه دارید ولی نمیدونید چجوری باید کلاژ پورتره انجام بدید و بسازید، حتما تا آخر ویدیو رو همراه باشید که قراره یه پورتره کلاژ داشته باشید. سلام، به نرگس آرت دیگه دوباره خوش اومدید. من نرگس هم هر هفته ویدیوهای آموزشی هنری در رابطه با هنرهای جدیدی مثل کلاژ و میکس مدیا و آرت ژورنال و چاپ ژلاتینی و غیره براتون میذارم. حتما به چنل نگاه کنید. اگر محتوای چنل رو دوست داشتید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو این هفته. این هفته قراره که به درخواست شما کلاژ پورتره داشته باشیم. اگر نمیدونید اصلا کلاژ چی هست، حتما ویدیویی که راجع به آشنایی با کلاژ گذاشته بودم رو ببینید، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم. کلا من پلیلیست ها رو دسته بندی کردم و میتونید هر هنری رو علاقه دارید برید به اون پلیلیست سر بزنید و ویدیوهای مربوط بهش رو ببینید. ویدیو قبلی ما یه منظره کلاژ داشتیم توی بحث هنر کلاژ. حالا توی این ویدیو قرار شد که پورتره کار کنیم. قبلش بهتون یه سری نکته حالا میخوام بگم طبق روال همیشگی. قبل از اینکه شروع کنیم من همیشه یه سری توضیحات میدم بعد شروع میکنم که این توضیحات خیلی مهمه و اگر گوش ندید خب ممکنه که متوجه نشید که ادامه ویدیو قرار به چه صورت باشه. کلاژ منظره خب شاید با پورتره خیلی متفاوت باشه. اولا که تکنیک های کلاژ متفاوته و مختلفه و بسته به اون سبکی داره که شما کار میکنید. مثلا اگر پورتره های تصویر سازی کار میکنید ممکنه تکنیک کلاژتون متفاوت باشه. اگر هنر مدرن، نقاشی مدرن کار کنید خب متفاوته. کلا هر سبکی خب تفاوت خودشو داره دیگه. حالا اگر ویدیوهای من رو دیده باشید میدونید دیگه من خودم به هنر مدرن و انتزاعی علاقه دارم بیشتر و یکم هم تصویر سازی. برای همین من پورتره های رئال و هایپر رئال و اینا کار نمیکنم و حالا کارهای من متفاوت. برای کلاژ پورتره قبلش میتونید یه رفرنس انتخاب کنید. حالا مثلا من میخوام این رفرنس رو داشته باشم. مثلا میتونید پورتره ذهنی داشته باشید، میتونید کاراکتری داشته باشید، مثلا اون پورتره طراحی کاراکترتون باشه. میتونید اینو به صورت رئال بکشید، میتونید یه سری تغییرات جزئی روی کارتون انجام بدید یا مثلا اینو کارتونیش کنید یا هر چیزی بچه‌ها هر جوری که دلتون میخواد. اینا کاملا سلیقه‌ایه. حالا من قصد دارم که تقریبا یه کاری کنم که این شبیه این در بیاد. تمام سعیمو میکنم با اینکه به رئال علاقه ندارم ولی خب ممکنه یه سری تغییرات هم توی این رفرنس داشته باشیم. چرا رو من میخوام توی دفتر اسکچ بوکم یا آرت ژورنالم انجام بدم. بچه شما میتونید روی مقوای گرم بالا انجام بدید، خیلی بهتره. هر مقوایی که گرم بالا باشه، کارتونی یا مثلا مقوای دور ریختنی مثل اون کلاژ طبیعتی که کار کردیم. حالا من این سری تصمیم دارم که روی کاغذ نازک کار کنم. خودم هم نمیدونم چرا دوست دارم این دفترم پر بشه یا تموم شه. میتونید از چسبای مختلفی استفاده کنید که تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. حالا من معمولا از چسب چوب و چسب ماتیک استفاده میکنم. از مدیوما میتونید استفاده کنید، مدیومای اکریلیک که قبلا براتون تو ویدیو قبلا توضیح دادم. میتونید اون کاغذایی که انتخاب میکنید نسبت به پورترتون میتونه تو همین توناژ رنگا باشه، میتونه رنگای متفاوت تری باشه. حتما نیازی نیست که همین رنگا رو به کار ببرید. از اونجایی که کاغذمون اکثرا بافت داره، بافت متفاوت داره، توی ویدیوی کاغذ سازی بهتون آموزش دادم. فکر نکن که این مثلا طرح داره ولی اینجا ساده است من نمیتونم استفاده کنم. نه. پس ما سعی میکنیم که یه جوری پیش بره این کلاژمون که تقریبا شبیه به عکسمون باشه تقریبا. پس مثل همیشه اول یه طرح کلی میزنم، از اون پورترم داشته باشم طرحشو. در حد اینکه مشخص کنم چشمش کجاست و دهنش کجاست و اینا در یه کلیتی کشیدم ازش. حالا توی این مرحله ما باید کاغذامون رو انتخاب کنیم. بهتره که یعنی این کار رو کنید که انتخاب کرده باشید کنار دستتون باشه، فقط از همون استفاده کنید.
اینجوری هم کارتون سریعتر پیش میره، هم میدونید که باید چیکار کنید. اگر انتخاب نکنید و هی بخواید دونه دونه فکر کنید هم خیلی طول میکشه، هم که ممکنه ندونید واقعا کلافه بشید و بگید مثلا اینو ندارم اونو ندارم از این حرف. خب حالا من یه سری کاغذ انتخاب کردم که ممکنه یه سریاش اصلا به دردم نخوره در طول کار، یه سریاش به دردم بخوره و حتی ممکنه مثلا دوباره هی نگاه متوجه شم که اون کاغذی که میخوام هنوز بین اینا نیست و دوباره برم دنبال کاغذ. ولی خب کلیاتش رو انتخاب کردم که تقریبا تو چه طیف رنگایی باشن. من باز گفتم دیگه تکنیک ها مختلفه. یه سری مثلا دوست دارم با خورده کاغذ خیلی ریز کلاژ انجام بدم، مثلا در حد اینقدر. دوست دارن کل کارشون مثلا با همچین خورده کاغذایی باشه. یه سری دوست دارن از کاغذای درشتر استفاده کنن، یه سری با قیچی میبرن کاغذاشون، یه سری با دست برش میدن. من خودم خیلی اهل قیچی نیستم، با دست معمولا کار میکنم، حالا بسته به اون کاری که میکنم که همش سلیقه‌ای و بسته به اون تکنیکی که داره شما انجام میخواید بدید داره، بسته به حوصله‌تون داره. توی کار منظر اگر دیده باشه من اکثرا با دست برش دادم، ولی خب توی کار پورتر که بخواید خیلی یکم تمیزتر در بیاد و کلی من اگر بخوام کار کنم خب با دست خیلی شاید جالب در نیاد، من مجبورم با کاتر یا قیچی انجام بدم. اگر اینکه شما بخواید مثلا به صورت تیکه تیکه کار کنید. من چون خیلی حوصله تیکه تیکه کار کردن و خورده کار کردن و زیاد ندارم، من معمولا با تیکه های درشتر شروع میکنم، بعد حالا برای ظریف کاری و جزئیاتش از تیکه های ریزتر استفاده کنم. قسمت رو با دستم برش دادم، ولی خب همچنان اینجاش یه مقدار اضافه است اومده تو صورتش. اضافی رو میتونید بعد از چسبوندن با یه دونه کاتری که تیز باشه خیلی آروم بدون که زیاد فشار وارد کنید این قسمت رو برش بزنید. اگر خیلی فشار بدید ممکنه که مقواتون پاره شه. فقط در حد لایه‌ای رویی فشار بدید، خودش برش میخوره. باید خیلی تیز باشه کاترتون. متوجه شدید یا نه، ولی من اول اومدم پس صورتشو به صورت کلی حالت بک‌گراند زدم و کامل زدم. موهاش منتها چون یه مقداری پیچیده تره اومدم از تیکه های کاغذ استفاده کردم. مثلا جایی که روشنه رو شما میتونید از رنگای روشن استفاده کنید یا اینکه میتونید همه رو سیاه بزنید، بعد حالا اگر دوست داشتید آخر سر با رنگ یه سری تغییراتی
حالا روش به وجود بیاد. اگرم نه فقط میخواید با کاغذ کار کنید پس باید همین کار کنید. همچین نواره باریکی سفید مثلا یا توسی روشن اینجا بچسبونید. حالا من به صورت لکه‌ای دارم یه جورایی کار میکنم. این قسمت ها رو مثلا که نور خورده مقدار توسی های روشن داره، قسمت های تیرش خب مشکی تره. بیس پروانه این رنگو زدم ولی قرار باز جزئیات بیشتری بدم روش، یه مقدار کنتراستش بره بالا که همچین تو چشم در باشه مثلا مثل موهاش. برای لبش هم دارم دوباره جداگونه یه کاغذ برداشتم، پشت کاغذ طرحشو میکشم میذارم روی چهرم که ببینم سایزش مناسب هست یا نه. حتما بچه ها سعی کنید پشت کاراتون طرحو بکشید بعد برش بزنید. روش که بزنید ممکنه تونید برش بزنید و اون خطاش معلوم بشه. برای اینکه یه مقداری حالا شاید برجسته تر به نظر برسه مثلا میتونید از ترکیب رنگای تیره و روشن به صورت تیکه‌ای استفاده کنید. اگر من مثلا میخواستم کامل اینو بچسبونم خب هیچ بودی نداشت. اینکه سعی کنید تو کلاژاتون تیرگی روشنی رو رعایت کنید باعث میشه هم کارتون حجم پیدا میکنه هم جلوه بهتری داره و حرفه‌ای تره تا اینکه فقط بخواید با یه لایه کاغذ سطحی کار کنید. یا هم که میتونید بعد از کارتون مثلا روی اون قسمت ها رو با حالا متریال های دیگه مثل نقاشی کار کنید. درصد کار رو کلاژ کردم. همونجوری که میبینید تقریبا کلیات کار تقریبا تمومه. یه سری جزئیات مونده که حالا مثلا برای اون برجسته سازیه و اون نهایی سازیشه که من برای اینکه دیگه وقت ویدیو گرفته نشه میخوام از یه سری متریالای دیگه استفاده کنم، ولی شما میتونید تا آخرش با همون کاغذ پیش برید، هیچ مشکلی نداره.
همونطور که میبینید دارم سعی میکنم تا جایی که میتونم یه حالت رئال‌تری بدم به کار با استفاده از متریال های دیگه مثل پاستل روغنی سافت، مثل گواش، مثل اکریلیک، سایه روشنا، تیرگی روشنی و کنتراست کار، اون تضاد رو یه جورایی به وجود بیارم، هم حرفه‌ای تر بشه، هم برجسته تر بشه از لحاظ زیبایی بصری. و من این موارد رو رعایت کنید، حتی اگر با کاغذ کار میکنید فقط و متریال های دیگه استفاده نمی کنید، اینا خیلی نکات مهمیه. نور و سایه، مثلا من رو موهاش باز نور انداختم، نظرم تیره بود. الان برای بک‌گراندش خب تو عکس سفیده، ولی من حس میکنم که یکم برای اینکه بهتر این بولدتر بشه پورترم، شاید بهتر باشه که بک‌گراندش رو رنگ بزنم. چین لباسش یه مقداری نورش کمه حس میکنم، میندازم روش. نورا باعث میشه کارتون خیلی جلوه بهتری داشته باشه. من دور پروانه رو اگر سایه نزنید خب خیلی تخت دیده میشه، ولی وقتی سایه میزنید انگار حالت بولدتر و برجسته تری داره. سعی کنید هر چند وقت یه بار اینجوری از خودتون فاصله بدید، یا مثلا برید یه کار دیگه انجام بدید، بیاید بعد دوباره یه نگاه بندازید به پورترتون، چکش کنید. حالا من از کردم موهاش یه مقداری اگر با زغال ریز کاری تر بیارم شاید جلوه قشنگتر و طبیعی تری داشته باشه. بعد از مدت ها حس میکنم این رئال ترین کاریه که من انجام دادم، ولی خب دوستش دارم، به نظرم خوب شده تا اینجا. حالا نمیدونم تو دوربین چجوری به نظر میرسه، ولی از نزدیک که من میبینمش برام به نظرم اوکیه و دوستش دارم. بچه ها من حالا باز ویدیوهای دیگه هم راجع به مدل کلاژهای دیگه هم میذارم، اگر دوست داشتید ببینید و بدونید حتما برام کامنت بذارید که من بتونم کیفیت کارا رو ببرم بالا، یعنی که بدونم شما دوست دارید در چه زمینه‌هایی بیشتر با توجه به فعالیت کانال چه آموزشایی رو بیشتر میپسندید، من همونا رو سعی میکنم که براتون بذارم. و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، باعث میشه افراد بیشتری ویدیو رو ببینن. خوشحال میشم که چنل رو حتما به دوستانتون معرفی کنید که اونا هم بتونن استفاده کنن از مطالب کانال. میتونید لینک های دیگه من توی صفحه های اجتماعی دیگر رو از طریق about چنل ببینید و دنبالم کنید. و اینکه امیدوارم این آموزشم براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید و ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.